من نمیدانم چرا آخر اسم همه سوپر هیروها من دارد، در حالی که تنها سوپر هیرویی که من میشناسم مامانم است که آخرش مان دارد. مامان من شنل و نقاب ندارد و هر کار خارق العاده‌ای را با هویت واقعی و لباسهای راحتی خودش انجام می‌دهد. مامان من بدون اشعه ایکس جای تمامی چیزهای گم شده من را می‌داند، گویی هیچگاه گم نشده، و آنقدر تیزبین و تمیز است که هرگز اجازه نمی‌دهد عنکبوتی رادیواکتیو وی را نیش بزند. او هنگامی که مهمان داریم با سرعتی باور نکردنی پتو و ظرف تخمه و اسباب بازی‌های کف زمین را جمع و خانه را مرتب می‌کند که فلش و کویکسیلور از پس آن بر نمی‌آیند، و وقتی مریض هستیم چنان با دواهای خانگیش بهمان زندگی می‌بخشد که برای دکتر استرنج نیز غریب است. مامان من مولتی بیلیونری با زره آهنی یا پرنسس یک جزیره دور افتاده نیست، اما در روز مبادا اندوخته‌های ریز ریز طلایش را از نمیدانم کجا رو می‌کند و ما را نجات می‌دهد. مامان من پرواز نمی‌کند و غیب نمی‌شود و لباس مخصوص به تن ندارد و روی شلوارش شورت نمی‌پوشد و آخر اسمش من نیست. مامان من فقط یک زن است و واقعی ترین قهرمانی است که من میشناسم، و اصلا دلیل این که تا پاسی از شب نمیخوابد این است که شهر به مامان نیاز دارد، نه بتمن.